قسمت ششم کتاب شاهزاده عقیم نوشته منوچهر دبیرمنش. صادق که دید صحبت این دو نفر به این زودی تمام نمی شود و از طرفی سفارش ارباب را به خاطر آورد، وارد اتاق شد و به کریم گفت: عجب دستورات ارباب را اجرا کردی. کریم دستپاچه شد و از جا بلند شد و گفت: آخر سر که برای شام خوردن ما بایستی دست و دهان او را باز کنیم. چون خیلی ناراحتی میکشید من این کار رو زودتر کردم. خب بس است. اگر ارباب بفهمد پوست از کله ما خواهد کند. حالا پاشو کبابا رو درست کن. من مواظب این زن هستم. کریم اجباراً و به علت اینکه خیلی گرسنه بود بلند شده و گوشت و نان را برداشت و رفت. پس از ساعتی کباب گوشت گوسفند و نان و شراب روی یک لنگه دریچه وسط زیرزمین حاضر شد. کریم به معصومه تعارف کرد که جلو بیاید و شام بخورد. معصومه هم به سختی گرسنه بود و از خدا میخواست که به او هم لقمه نان و کباب بدهند. اما برای تظاهر به تقدس گفت: چون من نماز میخوانم شما یک لقمه نان به من بدهید، همین گوشه میخورم و شما هم با فراغت شامتان را نوش جان کنید. کریم و صادق مقداری از نانها و گوشتها را جلوی او گذاشته و خود به باقی مانده کبابها که خوراک 3-4 نفر بود حمله ور شدند و لحظه به لحظه کوزه شراب بین آن دو نفر دست به دست میگشت. بین غذا هیچ صدایی جز صدای دهان آن دو نفر که توأم با صدای تسبیح معصومه بود به گوش نمی رسید. پس از صرف شام هرقدر معصومه خواست دنباله صحبت را ادامه دهد، صادق مانع شد و به بهانه اینکه خوابشان می آید و می خواهند بخوابند دست و پای معصومه را مجدداً بسته و هیچ توجهی به آه و ناله او نکرد. کریم از این عمل صادق خیلی متأثر بود و معصومه که تأثیر او را در قیافه‌اش می دید با چشم و ابرو التماس می کرد. بالاخره کریم که در اثر خوردن شراب مست شده و رقت قلبی زیاد پیدا کرده بود گفت: صادق، این پیرزن سام نریمان که نیست، چرا انقدر اون رو اذیت میکنی؟ بگذار دست و پایش باز باشد، من تا صبح بیدار میمانم و کشیک میکشم. صادق گفت: المأمور معذور. ارباب به من اینطور دستور داده است. کریم وقتی دید صادق به او ریاست می فروشد اوقاتش تلخ شده گفت: ارباب به من هم دستور داده. مگر غیر از این است که باید پیرزن از خانه خارج نشود؟ صادق گفت: اصلا تو آدم کودن و ابلهی هستی. هیچ فهمیدی چقدر ارباب سفارش کرد که گوله او رو نخورید؟ کریم دیگر از جای در رفته و با مشت محکم به مغز صادق کوبید و گفت: احمق، تو با این قد و قوارت به من میگویی ابله؟ صادق هم با اینکه زورش به کریم نمیرسید اما طاقت نیاورده و دریچه‌ای که به جای سینی موقع شام آورده بود را برداشته و به کریم حمله کرد. هر دو نفر به جان هم افتاده و دعوای سختی در گرفت. مشت و لگد مانند باران به سر و روی دو طرف میبارید. گرد و خاک زیر زمین که چند سال بود روی هم انباشته شده بود، فضا را که با نور مشعل روشن میشد تیره کرده بود. در همین اثنا پای کریم به مشعل گرفته و به زمین افتاد و زیر زمین در تاریکی محض فرو رفت. در تاریکی محض کریم و صادق بر سر یکدیگر میکوفتند و گرد و غبار چندین ساله سرداب را بلند میکردند. معصومه که آن دو را سرگرم نزاع و دعوا دید فکری به خاطرش رسید و در انجام این فکر با دستهای بسته آهسته آهسته خود را به قسمت در خروجی سرداب نزدیک کرد و به قدرتی که فقط از غریزه حب ذات و حفظ جان سرچشمه گرفته بود در آن تاریکی و عدم آشنایی و ترس از دستگیری مجدد خود را به پله ها رسانیده و با جان کندن از پله ها بالا رفته و داخل حیاط شد. روشنایی مختصری که ماه شب 13 از زیر ابرها به صحن حیاط میبخشید راه درب حیاط را به او نشان داد، اما مشکل بزرگ باز کردن در بود که با دستهای بسته معصومه به هیچ وجه امکان نداشت. وقت تنگ بود و فرصت از دست میرفت. هنوز صدای داد و بیداد کریم و صادق
و فحش‌هایی که رد و بدل می‌کردند به گوش می‌رسید و به معصومه دلگرمی و قوت قلبی می‌بخشید که به کارش ادامه بدهد. اما بالاخره این صحنه با افتادن یکی از طرفین خاتمه می‌یافت و آن وقت هر کدام از این دو مبارز که سرپا بودند به صرافت معصومه می‌افتادند و از فرار او مطلع می‌شدند. معصومه به در حیاط رسیده و با نگاه حسرتباری به چفت زنگ زده در که استحکام زیادی هم نداشت و یک بچه هم می‌توانست آن را بگشاید می‌نگریست. 2-3 مرتبه از ته قلب خدا را به کمک خود خواست و در دل چندین نذر و نیاز کرد، ولی فشار طناب‌های محکمی که به دست‌های لاغر و استخوانی او بسته شده بود او را متوجه ساخت که با این ترتیب باز شدن در از جمله محالات و فرار او آرزویی بیش نیست. برای اینکه گرفتاری زیادتری برای خود فراهم نکند و محدودیت بیشتری برایش قائل نشوند، تصمیم گرفت به زیرزمین مراجعت کند و بین 2 نفر محافظ قلدرش میانجی شده و آنها را از یکدیگر جدا کند و به انتظار آینده بنشیند. نگاهی مایوسانه به اطراف خود انداخت. ناگهان فریادی از شوق و شادی از سینه‌اش برخاست. اما عقل به او هی زد و فریادش را که تا لبانش رسیده بود در زبانش خفه کرد. معصومه چه دیده بود؟ باقی مانده تل آتشی که کریم برای کباب کردن گوشت‌ها در گوشه حیاط افروخته بود در آن تاریکی جلب نظر معصومه را کرد. تشنه سوخته لبی که از شدت تشنگی جان به لبش رسید و آخرین لحظات حیات را می‌گذراند، از دیدن یک قدح آب خنک و بوار آنقدر خوشحال نمی‌شد که معصومه از دیدن آن آتش‌ها به وجد و شعف درآمد. با 2 خیز سریع که از هیکل رنجور و لاغر و خسته او کاملا بعید بود، خود را به آتش‌ها رسانید و پشت به آتش بر زمین نشسته بدون محابا دست‌های بسته خود را به آتش نزدیک کرد. با تحمل و طاقت مختصری سوزش از آتش که به چشم نمی‌دید طناب‌ها را سوزانده و گره‌های محکم را گشود. حالا دیگر معصومه زن بیچاره یک لحظه پیش نبود. او مرغ سبک روحی است که آزادی و جان خود را مجدداً پیدا کرده است. چند ثانیه بیشتر طول نکشید که در باز شد و معصومه خود را آزاد در کوچه دید. آخرین لحظه‌ای که از در خارج می‌شد صدای فریاد کریم به گوشش رسید که می‌گفت ای وای، افریته فرار کرد. و در دنبال این فریاد صدای پای او که از پله‌ها بالا می‌آمد معصومه را متوجه ساخت که باید برای رهایی از دست این تعقیب کننده غول پیکر کار دیگری هم انجام دهد. با یک حرکت سریع در را به طرف خود کشید و چفت را از خارج انداخت. حالا محافظین او محبوس و او آزاد شده است. یک نظر به اطراف و جوانب کوچه موقعیت محل را برایش روشن ساخت و با سرعت هرچه تمامتر به سمت جانبی رهسپار شد. نزدیکترین مأمنی که معصومه در نظر گرفت خانه حاجی ابوالقاسم بود که در آن ساعت میتوانست او را از شر شبگردان و تعقیب کنندگان نجات بخشد. حاجی خانم در رخت خواب از این پهلو به آن پهلو غلتید که صدای دق الباب مخصوص معصومه را شنید و با اضطراب هرچه تمامتر و تصور اینکه چه اتفاق تازه‌ای موجب آمدن معصومه در آن موقع شب شده است، شخصا دم در رفته در را باز کرد. معصومه با عجله خود را به داخل هشتی انداخته و در مقابل پرسش‌های متوالی حاجی خانم گفت فعلا برویم داخل اتاق، غذایا را بعداً میگویم. جهانگیر وقتی از نزد نازنین خارج شد یک سر به عمارت گلدسته که خلوتگاه او بود رفت و صفدر را در انتظار خود یافت. صفدر از رنگ و روی برافروخته و حالت مضطرب جهانگیر فهمید که این شاهزاده عصبانی اوقاتش تلخ است و باید خود را برای شنیدن داد و بیداد و احتمالاً فحش و کتک او حاضر کند. از این رو قیافه حق به جانبی گرفته در گوشه‌ای خزید و منتظر عکس‌العمل جهانگیر شد. جهانگیر با بی‌حوصلگی تمام خود را به روی نیم تختی که کنار اتاق گذاشته بود انداخت و گفت
صفدر، لابد میدانی من تا به حال چند مرتبه تو را از مرگ نجات دادم و اگر من نبودم تا حالا 1000 کفن پوسانده بودی. قربان، بنده که منکر مرحمت‌های حضرت والا نبوده و نیستم. نه، این موضوع رو برای این گفتم که اگر برای کاری به تو مراجعه کنم متوجه باشی. تنها موضوع ارباب و نوکری نیست، تو باید در مقابل اوامر من از جان خودت هم مضایقه نکنی. حضرت والا صحیح می‌فرمایند، اما آن 2 مرتبه‌ای که می‌فرمایید مرا نجات دادید، اگر فراموش نفرموده باشید هر 2 دفعه برای کارهای خود حضرت والا بود که من گیر افتادم و نزدیک بود برای هیچ و پوچ کشته شوم. عجب پسره نمک نشناس و حقه بازی هستی. تقصیر من است که تو را از زیر تیغ جلاد خلاص کردم. قربان، بنده که عرضی نکردم. حالا بفرمایید چه فرمایشی دارید؟ من در جان نثاری همیشه حاضر و آماده هستم. جهانگیر از روی نیم تخت بلند شد و نشست. آنگاه مثل اینکه بیم دارد صدایش در خارج شنیده شود، صفدر را جلو کشیده و با صدای آهسته‌ای گفت: خیال می‌کنم دیشب آنچه را که باید بفهمی فهمیده‌ای و من در مستی اسرارم را با تو گفتم. خیر قربان، شما چیز تازه‌ای نفرمودید، مثل اینکه راجع به عشق و خاطرخواهی و این حرف‌ها بود. اینها هم که تازگی ندارد، بیشتر اوقات حضرت والا عاشق می‌شوند. نه صفدر، این مرتبه از آن مرتبه ها نیست. این دفعه مرغ دلم بد جایی نشسته است. خودم از عاقبت این عشق بیمناکم و نمیدانم چطور خواهد شد. حالا بگو ببینم تو چه کمکی میتوانی به من بکنی؟ قربان، بنده که علم غیب ندارم و حضرت والا هم که همش در پرده صحبت میفرمایند. بنده از قضیه که اطلاع ندارم، چطور میتوانم اظهار عقیده و کمک کنم؟ دیگر لازم نیست خودت رو به اون راه بزنی. من تو رو میشناسم و یقین دارم که از سائه تو از خود من هم بهتر به راز درونم اطلاع داری. خب حالا که میخواهی پوست کنده بگویم گوش کن. من عاشق نازنین شدم. حالا اگر نمیپرسی نازنین کیست و چه کار است، زود فکری کن و راه حلی به من نشان بده. قربان، درست است که حضرت والا به زرنگی و دولت خواهی جان نثار اطمینان دارید، اما بنده هم بایستی پس و پیش کار را بسنجم، به علاوه بفهمم تا به حال کار شما به کجا رسیده و من از کجا و چطور باید شروع کنم. نگفتم که توی حقه باز میخواهی از تمام اسرار من مطلع شوی؟ خب به جهنم میگویم، اما مطمئن باش اگر یک کلمه از این حرفا از زبانت خارج شود، زبانت را از کامت بیرون خواهم کشید. اختیار دارید، از جان خودم که سیر نشدم. جهانگیر در چند جمله جریان ملاقات آن روز صبح و سوال و جواب با نازنین و کلیه ماوقع را برای صفدر شرح داد، ولی به او نگفت که موضوع دروغ بودن حاملگی نازنین را از کی شنیده است. صفدر که متوجه بود جهانگیر میل ندارد اسمی از دهنده خبر که خودش میدانست جز امین کسی نیست ببرد، در این زمینه حرفی نزد. جهانگیر در پایان گفته‌های خود اضافه کرد: من خودم یه نقشه‌ای کشیدم، میخواستم ببینم نظر تو چیست. آن وقت اگر تو هم پسندیدی باید فوراً در صدد انجامش برآییم. من تصور میکنم این معصومه شیطان مجسمی است که مانع همه کارهای ما خواهد شد. امروز صبح تا موقعی که معصومه وارد اتاق نشده بود، نازنین مانند یک گنجشکی در چنگال من بود. اما به مجرد اینکه این پیرزن افریته وارد شد، ورق برگشت و اصلاً به هیچ وجه آدم چند دقیقه قبل نبود. خیال میکنم اگر به وسیله‌ای بتوانیم این پیرزن را از سر راه خود دور کنیم و نازنین را تنها گیر بیاوریم، از هر جهت کارها رو به راه خواهد شد. حالا بگو ببینم به نظر تو این فکر چطور است؟ البته فکر حضرت والا هم صحیح و هم خوب است، اما شما میخواهید معصومه را چطور از سر راه خودتان دور کنید؟ فرقی نمی کند. هر طور که ممکن است باید این پیرزن لعنتی گورش رو گم کند. حضرت والا، اما بنده خیال میکنم اگر معصومه کشته شود، سر و صدای این موضوع بلند میشود و آن وقت
پای شما هم گیر خواهد افتاد. به عقیده من بهتر است که معصومه را برباییم و در محلی محبوسش کنیم. هم منظور شما عملی می شود و نازنین خانم را تنها گیر می آورید و هم ممکن است از خود معصومه هر تحقیقی که لازم است بکنیم، بعداً هم که شما به مراد خود رسیدید و آبها از آسیاب افتاد او را آزادش می کنیم. شاید اینطور بهتر باشد، نمیدانم. هر طور که صلاح میدانی کاری بکن که این پیرزن از نازنین جدا شود. چشم، اطاعت میکنم، اما این کار قربان خرج دارد. مردیشور ترکیبت رو ببرن که هر وقت حرف زدم اول مرتبه گفتی پول. بیا اینم پول. سپس یک کیسه 50 اشرفی از جیب در آورده و به طرف او انداخت که صفدر بین آسمان و زمین رو بود و در یک چشم برهم زدن در درون جیب گشاد لباده‌اش جای داد. 1 ساعت بعد صفدر در یکی از خانه‌های پایین شهر با مرد قد کوتاهی که شیطنت و موذیگری از قیافه‌اش می‌بارید مشغول صحبت بود و بر سر حق العمل کاری که به او رجوع کرده بود چانه می‌زد. مرد کوتاه قد که معلوم بود با صفدر سوابق دیگری نیز دارد حاضر شد در مقابل 2 اشرفی خود و رفیقش کریم دستور صفدر را اجرا و انجام دهند و قرار شد از همان ساعت خودش و رفیقش در همان خانه حاضر باشند که هر موقع صفدر خواست آنند شروع به اقدام کنند. صفدر بلافاصله به دارالحکومه برگشت و دم در فراشخانه که تنها در خروجی اندرون بود به کشیک دادن مشغول شد. کلی اشخاصی که از در حرمسرا خارج می شدن از زیر چشم تیزبین صفدر می گذشتند. انتظار صفدر زیاد به طول نینجامید. معصومه برای مأموریتی که داشت به عزم منزل حاجی خانم از حکومتی بیرون رفت و به دستور خواجه باشی کسی معترض او نشد. صفدر از همان لحظه به تعقیب او پرداخت و همانطور که می‌دانیم تعقیب کننده معصومه جز صفدر کسی نبود و کریم و صادق نیز به دستور صفدر معصومه را به آن صورتی که دیدیم دستگیر کردند و به خانه بردند. 4 ساعت از شب می‌گذشت و معصومه هنوز مراجعت نکرده بود. دل نازنین مثل سیر و سرکه می‌جوشید. هیچ سابقه نداشت که معصومه تا این موقع شب بیرون مانده باشد. افکار عجیب و غریب یکی بعد از دیگری به مغز او هجوم می آوردند و خیالش را ناراحت می کردند. معصومه گفته بود من می روم منزل حاجی خانم و ترتیب کار کبرا را می دهم و طوری می کنم که اگر از حکومتی کسی دنبال قابل رفت یک سره به سراغ کبرا برود و جز او کس دیگری را نیاورند و اطمینان داده بود که پیش از غروب آفتاب مراجعت خواهد کرد. حالا نازنین حس می کرد که وجود معصومه چقدر برای او مفید است و اگر او نباشد به هیچ وجه قادر به اجرای نقشه های خود نیست. چون چند ساعت از شب گذشت و معصومه مراجعت نکرد، نازنین تصمیم گرفت به وسیله از حال او مطلع شود. ولی فرستادن یکی از کنیزها و خواجه ها در آن وقت شب مقدور نبود. چون بعد از غروب آفتاب به دستور جهانگیر میرزا هیچ کس حق خروج از امارت دارالحکومه را نداشت و اگر اتفاق مهمی ایجاب می‌کرد که کسی بیرون برود باید به وسیله خواجه باشی و فراش باشی کسب اجازه کند. نازنین از این موضوع کاملا مطلع بود و می‌دانست که از خروج فرستاده او ممانعت خواهد شد و با خود گفت بهتر است به جهانگیر میرزا پیغام بدهم که خود او یکی از فراش‌ها را به منزل حاجی ابوالقاسم بفرستد. اگر معصومه آنجا باشد که در معیت فراش بیاید و اگر اتفاق دیگری هم افتاده باشد بدین وسیله بهتر و زودتر مطلع می‌شوم. بالاخره این فکر را پسندید و فوراً به وسیله یکی از خواجه‌ها به جهانگیر میرزا پیغام داد که چون معصومه خانم در مراجعت تأخیر کرده تقاضا دارم یک نفر از فراش‌ها را به منزل حاجی ابوالقاسم بفرستید و از حال معصومه استفسار کنید. جهانگیر میرزا در اتاق خود نشسته و به عاقبت کار خود و نازنین می‌اندیشید که به او اطلاع دادند خواجه نازنین عرض لازمی دارد. جهانگیر قبل از اینکه به خواجه اجازه ورود دهد به خود گفت
مثل اینکه تصادف من و این دختر را در سر راه هم قرار داده و بالاخره سرنوشت من با این دخترک خوشگل و فتان که به دل و جانم آتش زده است توأم شده. از وقتی چشمم به او افتاده نتوانستم حتی یک لحظه از خیالش منصرف شوم. در هر حال او باید مال من باشد و آخر سر هم از آن من خواهد شد. جهانگیر عادت ندارد وقتی چیزی را خواست زیاد معطل شود. حالا ببینیم چه پیغامی داده و چه خواسته. لابد از گم شدن معصومه نگران شده است. آنگاه دستور داد که خواجه نازنین را داخل کنند. خواجه پیر و سیاه گوش پشتی وارد شد. تعظیم بلند بالایی کرد و منتظر ایستاد. هان، چه میگویی؟ مثل اینکه از جانب نازنین خانم پیغامی داشتی. بله قربان، بیگم به جان نثار فرمودند که به عرضتان برسانم معصومه خانم از بعد از ظهر تا به حال بیرون رفته و مراجعت نکرده است و ایشان مشوش شدند. تقاضا داشتند حضرت والا امر فرمایید یک نفر به جستجوی او برود. گویا به منزل حاجی آقا پدر بیگم رفته است. جهانگیر میرزا با خود گفت حدسم صحیح بود. حالا تازه اول کار است. شرط برگشتن معصومه را فقط من میدانم. معصومه برمیگردد ولی وقتی که من به کام خود رسیده باشم. آن وقت صدا را بلند کرده به خواجه گفت عجب، چطور شده که مراجعت نکرده؟ شاید پدر و مادر نازنین بیگم شب نگهش داشتند. از قول من به ایشان بگویید مشوش نباشند. با این حال من از سایه آدمی به منزل حاجی میفرستم و تحقیق میکنم و نتیجه را به ایشان اطلاع میدهم. خواجه که دید دیگر صحبتی ندارد تعظیم دیگری کرده عقب از در خارج شده و به نزد نازنین رفته جواب جهانگیر میرزا را رسانید. وقتی خواجه از نزد جهانگیر رفت جهانگیر به خود گفت خب حالا از این پیش آمد باید استفاده کرد. چه خوب بود که صفدر زودتر مراجعت میکرد و من میفهمیدم که چه بر سر معصومه آورده است. در همین اثنا اطلاع دادند که صفدر اجازه ورود میخواهد. جهانگیر به قدری عجله داشت که خودش به پا خواسته و با صدای بلند صفدر را احضار کرد و با بی‌صبری و عجله تمام گفت چه کردی؟ بالاخره به مقصود رسیدی؟ از دولت سر حضرت والا دنبال هر کار بروم به مقصود میرسم. مثل گنجشک دستگیرش کردند و به نقطه‌ای که جز خدا کسی نمی‌داند بردم و بهتر از همه اصلا نفهمید که دام را چه کسی تهیه کرده. تازه اگر بفهمد هم فایده‌ای ندارد و هیچ وقت نمی‌تواند از آن دام فرار کند. آفرین صفدر، تو برای من از همه کس و همه چیز بهتری. منصب فراش باشی در انتظارت می باشد. با شنیدن این وعده نیش صفدر تا بناگوش باز شد، چرا که مدتها بود آرزوی این شغل را داشت و با حسرت زیاد به احترام و دخل فراوان فراش باشی می نگریست. به علاوه خورد حسابی هم با خود فراش باشی داشت که بیمیل نبود به این وسیله انتقامی هم از او بگیرد و تلافی چوبهایی که به دستور شاهزاده به کف پایش زده بود بنماید. اما صفدر متوجه نبود که علی برادرزاده فراش باشی پیش خدمت موقت جهانگیر میرزا شده و از سایه پشت در ایستاده و به سخنان آنها گوش می‌دهد. به این جهت در مقابل وعده جهانگیر تعظیم قرایی کرده گفت جان نثار جز رضایت خاطر حضرت والا چیزی نمیخواهم، اما این اظهار مرحمت مرا برای جان نثاری بیشتر آماده میکند. خیلی خوب، به محض مراجعت شاهزاده از مسافرت این کار را خواهم کرد، چون در غیبتش نمی شود به وضعیت حکومتی دست زد و تغییراتی داد. حالا بگو ببینم چی کار کردی و افریته را چطوری گرفتی؟ خیلی ساده قربان، به وسیله 2 نفر از اشخاص محرم مثل یک بره سرش را داخل یک جوال کرده و در سرداب منزل دور افتاده و مستحکمی محبوسش کردم و تا هر موقع که خواسته باشیم آنجا باقی خواهد ماند. در آنجا هم می توانیم با گرسنگی دادن و شکنجه کردن اسرارش را بفهمیم و همین که شما دیگر مانعی در سر راه خود نخواهید داشت و زودتر به مقصود می رسید. خب ببینم چطور می شود.
راستی فراموش کردم، الان نازنین فرستاده بود اینجا که معصومه دیر کرده و من مشوشم. 1 نفر آدم بفرستید منزل حاجی ابوالقاسم خبری از او بگیرد. به عقیده تو چه کار باید کرد؟ باید فوری 1 نفر فراش فرستاد منزل حاجی و مخصوصاً بگویید که حضرت والا جهانگیر میرزا خیلی نگران و دلواپس شدند. شما وقتی در این مورد اظهار دلسوزی کردید و برای یافتن معصومه به کوشش و جدیت تظاهر کردید، نازنین بیشتر متوجه شما می شود. معصومه هم که به این زودی ها پیدا نخواهد شد و وقت کافی خواهید داشت که مقصود خود را عملی کنید. باریکالله، نظر خود من هم همین بود. حالا خودت برو در منزل حاجی ابوالقاسم و از حال معصومه جویا شد. خیر قربان، صلاح نیست بنده بروم. بهتر است 1 نفر از فراش ها بروند تا همه بفهمند که شما در صدد پیدا کردن معصومه هستید و از این بابت نگران شده اید. خیلی خوب، پس بگو 1 نفر از فراش ها برود. صفدر برای اجرای امر شاهزاده از اتاق خارج شد، ولی زودتر از اینکه او از آستانه درپایش را بیرون بگذارد، علی برادرزاده فراش باشی که تا به حال پشت در ایستاده و استراق سم می‌کرد، خود را بیرون انداخته و روی نیمکت آبدارخانه دراز کشیده و خودش را به خواب زد. صفدر که آدم دیگری را در آن حوالی پیدا نکرد، به اتاق آبدارخانه آمد که یکی از آبدارها را صدا کند. در آنجا در روشنایی مختصر لاله‌ای که میسوخت، چشمش به علی افتاده که خوابیده است. نزدیک رفته گوش او را گرفت و بلندش کرد و علی با تظاهر به اینکه از خواب سنگینی بیدار شده، خود را هاج و واج نشان داده و منظور او را سوال کرد. فوراً برو فراشخانه به فراش باشی بگو حضرت والا جهانگیر میرزا دستور دادند یکی از فراش ها را بفرستید منزل حاجی ابوالقاسم، پدر بیگم نازنین خانم، و از حال معصومه خانم بپرسید که چرا شب مراجعت نکرده است. مخصوصاً بگو حضرت والا خیلی مشوش شدند و حواسشان پرت است. اگر آنجا هستند با همون فراش به حرمسرا مراجعت کنند. به هر حال 1 فراش زرنگ و فهمیده بفرستید که زود رفته و خبر بیاورد. فهمیدی؟ علی مثل اینکه در عالم دیگری سیر می کند گفت معصومه خانم کیست؟ کجا رفته که نیامده؟ عجب آدم ابلهی. پسر این حرفها به تو مربوط نیست. تو پیغام مرا به فراش باشی برسان. دیگر به باقی کارها کار نداشته باش. او خودش میداند چه کار کند. اگر هم نفهمیدی چه گفتم بگو خود فراش باشی بیاید خدمت حضرت والا دستور بگیرد. علی گفت این بهتر است. من فراش باشی رو میفرستم اینجا، خودتان به او بگویید. عجب بچه بیشوری. من معما نگفتم که نفهمیدی. به فراش باشی بگو حضرت والا فرمودن 1 نفر را بفرستد منزل حاج ابوالقاسم و از حال معصومه خانم جویا شود. این که کار بزرگی نیست. پس شماها به چه درد میخورید؟ فقط خوردن و خوابیدن رو یاد گرفتید؟ علی حس کرد صفدر مایل نیست فراش باشی نزد جهانگیر میرزا بیاید و از طرفی با خود مشغول محاسبه و گفتگو بود که چه باید بکند و تکلیفش چیست. پس از لختی تفکر گفت چشم، الان میروم. آخر صفدر بیگ، همه که مثل شما با معرفت و فهمیده نمیشوند. اما اگر الان من بروم در آبدارخانه کسی نیست و شاید حضرت والا کاری داشته باشند. تو برو، من خودم اینجا هستم. برو، اگه فرمایشی داشتن من انجام میدهم. علی از عمارت جهانگیر خارج شده و به عجله به فراشخانه که جلوی دروازه حکومتی قرار داشت رفت و سراغ عمویش فراش باشی را گرفت. به او گفتند که تا 1 ساعت قبل اینجا بوده و حالا برای شام خوردن به خانه‌اش که همان نزدیکی ها بود رفته است. علی بدون معطلی به سمت خانه عمو دوید و او را سر سفره شام گیر آورد. ورود غیر مترقبه علی با آن حالت هراسان فراش باشی رو فوق‌العاده مضطرب کرد و پرسید چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ عمو جان برخیز که کار مهمی با شما دارم. همینجا بگو. اینجا نمی شود. مأموریتی دادند که باید الان انجام گیرد. پایان قسمت 6 کتاب شاهزاده عقیم.